سوال دیگری کردن دندانی گرگ در گردنت بندی درست است یا نه؟ ولی همین چیزها کم کمک رو به افزایش یافته است. یعنی دندانهای گرگ و دندانهای مثال می حیوانهای درنده و ولی دندانهای مثال حتی اشک میگیم از دو طرف می خوگهایی که در جنگل ها و بیابان ها میگرده اونها را و همین مردم مثال در دستاشون در گردناشون کشال میکنن. حیران میشه که آیا همین انسان چند قدر عقل داشته باشد؟ آیا این مقصد برای چی را در گردن مثال آویزان میکنی؟ برای چی؟ این چی معنی داره؟ اینا برادری عزیز، آدمی که سالم نباشد، آدمی که اگر عقلش پره نباشد، انا از امینا کار میگیرن. یک زمان تا جای همو بعض پوستای همو گرگا را گرفته مردم در گردناشون کشال میکنن که گویا که در کاراشون کشایش و در کاراشون مقصد یک بهبودی و پیشرفت میداده باشد. اینقدر مردمی ساده ایم، اینقدر مردمی بیفهمیم. برای این هر کسی که این کار را میکند باور کنین برای خود زن خام مرد به خدا قسم این بسیار شرمندگی است. این انسان وقتی خنده آوری این وقتی یک آدم ببینی در گردنش همین چیزا کشال باید خنده کنی یا توبه کنی که الحمدلله که خدای مهربان مقصد فهمیشی مرا رنگی فهمیش همین نکرد که یک چیزی حرامه همراه خدا میگیره میگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند میدونید که زیبایی شما در چیه؟ زیبایی ما نه در گردن بنده، ببینید زیبایی ما نه در موی بلنده، زیبایی ما نه در آرایش، زیبایی ما در زبان ما است. هرگاهی که ما اگر زبان خوش داشته باشیم، هرگاهی که ما معامله خوب داشته باشیم، هرگاهی که دست و پای ما به آزار باشد، انا زیبایی برادر عزیز، انا حیبت، انا بهترینی مقصد اختیاری راهی که تو باید کرده باشی. برای این چیزها حرامه. از این کارها برادرها خواهرای عزیز هیچ وقت مقصد شما استفاده نبرید. خب سوال دیگر میگویند که بعد از فرض نماز آیت الکرسی را خوانی قبض روح از بدنت آسان می شود. آیا این حقیقت دارد؟ ولی حدیث طبرانی هم است، حدیث نسائی هم هست برادرای عزیز که حضرت ابی امامه باهلی روایت میکنه، میگه من قرأ آیت الکرسی دوباره کل صلات مکتوبتی لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت. هر کسی که پشت نماز برادر عزیز وقتی ما مثال نماز فرض ما میخوانیم از عقیبش آیت الکرسی را اگر خوانیم، اگر آیت الکرسی را خوانیم پیامبر نازنین ما گفت که اگر به شرطی که خداوند همون روز جان همین را بگیره یعنی مهلت حیاتش بود چی این حتما داخل جنت میشه. کسی از پشت نمازش برادرای عزیز خب که اینجا در که مکتب آمده صلات مکتوبه که مقصد نمازهای فرض مانه اگر خوانیم آیت الکرسی را که خوانیم انشاءالله همین حدیثی که پیامبر ما گفته است ما به همین موفق میشیم. یکی این معنی را ندارد که کسایی که بعد فرض نخواندند و بعد فرض هست نمازهایی که با سنت داریم، سنت هم که خواندیم ای پشت هم که ما اگر به شرط آیت الکرسی را خوانیم انشاءالله ما در همین حدیث داخل میشیم. ولی حضرت معاذ هم پیامبرمان چی گفت؟ من تو را دوستت میدارم و وصیتم بر تو همین است که از عقیب هر یک نماز مقصد همو دعای اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک را بخوان. این دوستت میدارم همین دعا را برای تو وصیت میکنم. برای ما از امینا استفاده کنیم یعنی از پشت نمازهامون میشود خدا خواهد در همین حدیث داخل میشیم. سوال دیگر لباست به نماز باشد آیا طهارت نداشته باشی
فراموش کنی نماز خونی چی میشود؟ نماز ای سر میخونی. کسی اگر لباسش به نماز باشد یا کسی که مقصد به شرطی که طهارت نداره و نماز خونده وقتی به یادت زد یا جای به نمازی را دیدی همون نماز را اعاده میکنی ای سر میخونی. اگر شخصی با پراتسین قرض گرفته از شخصی با پراتسین قرض گرفتم بعد 4 یا 5 سال قرضم را دادم $20,000 گرفتم $45,000 دادم میگوید که تا حال قرضت را نداده ای من 2-3 مراتبه زیادتی دادم آیا باز به این پول تیم یا نتیم؟ اکوی خیلی کسی بود از برادرای عزیز که بسیار ای دایره رحم دور بود است. وقتی 20,000 گرفتی 45,000 دادی شما بینیم برادر عزیز 2 برابرش مقصد بردیم دادیم تا حاضر را با دعوا میکند که مقصد اولی پول در گردن ماند است. خیلی که اولا عیبای خدا تونه که شما میرین با همین معامله ها مقصد خدا تونه گرفتار میکنین. شما میرین مثال با همین فایزایی که همین در گردن تا میمونه شما رازگی میتین یا اولا عیبی خودتونه. شما رفتین از اونا که همین مبلغ و همین فایزه که در گردن تون ماند شما که اگر قبول نکردین خدا خواه بهترین میشه. شما با این احوال هم نمیزنین. یکی وقتی که بزیمه خودت که همین بدبختی را که قبول کردی اکا اذیت چه میکشی عذاب چه میکشی. برای همین این اولا که عیبی خودتای برادر عزیز که به همین گناه به همین مقصد خیلی به انصافی تو رازگی دادگی ولی خدا دانای ممکن یگان قاعده کم نویسانده ممکن یگان زلاگ هم گذاشته ممکن یگان شاهید هم باشه. برای همین اکامو خود کرده را دوا نیست. بسیاری وقت شما خداتون به سر خودتان همین مشکلات آوردین. از این لحاظ اکو دیگر تو ایرا پول هم که نتی تو گناهگار نیستی ای نگاه شریعت. ای نگاه شریعت تو علاقه مقصد گناهگار برای همون قدر دادگی تا علاقه گناهگاری دیگر دادنش قد که و او را هم بفهمون که همین قد گرفتی همین قد گناه بسته دیگر حاجت نیست که مقصد این معامله را ما دوام تیم. این رحم انصاف تو کجا می شود؟ پیامبر میگو که من لا یرحم لا یرحم من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی با مردم رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. کسی رحم ندارد با او رحم کرده نمیشود. ولی یک نفر با نام اقرع ابن حابس پیش پیامبر آمد دید که حضرت امام حسن پیامبرمون بوسه دارد. گفت که این حدیث حضرت عایشه مادرمون روایت میکنه. گفت شما فرزنداتون بوسه میکنین؟ گفت من 10 تا فرزند دارم تا حاضر یکی از اونا را بوسه ندادم. پیامبر گفت من چیکار کنم وقتی که خدا در قلب تو رحمت جا نداده باشه؟ یعنی تو خیلی آدمی بیرحمی. برای همین برادر عزیز هر کی باشی نباشی وقتی این معامله را کردی این قدر مبلغ این مرده که گرفتی برای همینش توبه کو به سوی پروردگارت بسای. زیرا بسیار زیانی کلان در جان تو داره در آخرت تو داره. برای یک ای راه رحمم استفاده برین. این مشکلات به سر بندای خدا نیارید. میتونین دستگیری کنین. میتونین مقصد خواب در یک حالتهای وزبین تامین شون کنین. میتونی قرض حسنه بتی قرض به فایز بتی. انا این انشاءالله جوان مردی و انا این راه حل شه. خب سوال دیگه اللهم صلی و سلم و بارک علی چی معنا دارد؟ این دعا هست برادرای عزیز. دعا میکنیم که خدای مهربان بر پیامبر بر پیامبرمان بر محمد صلی الله علیه و و بر آل محمد مقصد شما رحمت خودتان درود خودتان برسانید. انمی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. همینا همین معنا را دارند. خدایا برکت و رحمت خودت بر محمد برسان چگونه ای که همون برکت و رحمتی را که
بر ابراهیم علیه السلام رسوندی. یعنی این دعا هست.